دوستان سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی باشه. بنده آکام هستم و بحث امروزمون در مورد اتفاقات عجیب و غریبی هستش که با دوربین‌های مداربسته، داشکم یا دوربین‌های گوشی ضبط و رکورد شده. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یادتون نره این پست رو حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب بکنید. برو که رفتیم. Hey guys, this is the most retarded thing I've ever done. قبل از اینکه ویدیو رو بگیره میگه سلام دوستان، این احمقانه ترین کاری هستش که توی عمرم انجام دادم. فکر کن روی ریل خوابیده بعد قطارم از روش رد میشه. ببین وقتی زیادی توی آسایش و رفاه باشی باید اون آدرنالینه رو از یه جایی تأمین کنی دیگه. حالا بازی کردن با جون خودت باشه، کسخلیت باشه. بریم ویدیو بعدی. مگه مرض داری طول سگ؟ فکر کن یعنی امیدوارم بگیرتت همون خورتومشو بکنه تو جونت. فکر کن ما یه سگ دنبالمون میکنی یه جوری در میریم که انگار چیزی واسه از دست دادن نداریم پشت سرمون. Never die in the hood. Lost him. He hasn't got a clue what's going on. بچه بودم خیلی دوست داشتم پارکور کار کنم. قسمت نشد. قسمت نمیشه انگار دستت را بگیرم. بریم ویدیو بعدی. بچه افتاده تو اونجایی که حالا ظاهرا گوریله زندگی میکنه. میدونم حالا یه مکان عمومی هستش مثل باغ وحش اینا یا نمیدونم. بی عرضه. ولی خب فقط واکنش مامانش عاشقش شدم. فکر کن از اون بالا خیلی آروم خونسردیشو حفظ کرده. میگه که مامان اینجاست، سعی کن آروم باشی، آروم باشی، آروم باشی. بنازم. اوکی بریم ویدیو بعدی. قشنگ بود. حالا قشنگ که نبود، مسلماً همین چیزی قشنگ نیست، ولی خب واکنش زن قشنگ بود. یه جوری. بریم ویدیو بعدی. Ты прикинь, ебать. کسخل شدن ملت. حاجی این روسا به مولا یه دنیای دیگه ای دارن اصلا. حالا من کسخل دیدم ولی اینا دیگه واقعا آخرشن. چته؟ یه زنه از ماشین پیاده میشه میاد اونور. شت حاجی خرس پشمان بردش. پشمان اون وسط خیابون نگه داشتی داری کاری انجام میدی یهو خرس بیاد ببرته. عجیب نیست؟ And it is not only dangerous to those other drivers, but certainly dangerous to this motorcyclist. You know, these cars, the drivers don't know that it's coming up so fast. You can see, wow, that motorcyclist appearing to kind of stand up there on the motorcycle there for a second. But, oh my gosh! مرد. مطمئن باش مرد. پشمام. یقین داشته باشین طرف مرده. Chad, is this safe? It's safe? It's safe? Alright. Washing machine
challenge. خوشحالی آجی؟ چالش ماشین لباسشویی داره از چت میپرسه که آیا امن هستش یا نه. خوشحالی Alright, chat. آجی اصلا برق داره فکر کنم. Don't shit Oh, yourself what the again. fuck? Oh, what the fuck? Oh, 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 help, 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 mom, 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 مام و زهر ما حقته بیچرخ. بریم ویدیو بعدی. پشمام دقیقه 90 که میخواستم بکشم بیرون شکارشون رو اینو رو هوا زد گفت کجا میبریش. ترمز بریدن. آدم از دیدن این همه شعور و شخصیت میمونه، این همه فهم. وقتی از دور داره بوق میزنه فکر کن ماشینایی که جلوشن یکیشون کلا میزنه بیرون از جاده. ماشینایی که توی لاین مخالف بودن کلا وایساده بودن، یکیشون حتی داشت عقب میزد که این بتونه اصلا رد بشه. خیلی قشنگه همچین صحنه‌ای. اوه شیت، آجی ریدم به خودم. پشمام این چی بود؟ کنم پامپ بنزینه. اوه این خیلی سنگینه. فکر کن وقتی داره میاد سرعتش خوبه ولی وقتی داره برمیگرده سرعت آنچنانی نداره، پس هرچی که هست خیلی سنگینه. با این سرعت وای یارو مرد دیگه قشنگ. آجی نمیدونم چرا این صحنه انقدر منو یاد یه کارتونی میندازه ولی خب خیلی عجیب خورد تو صورتش. بریم ویدیو بعدی. چیزی که توی کامنت ها دارم میگن ظاهرا هر دو تا خلبان مردن. حالا نمیدونم چه حرکتی بود ولی خب بریم ویدیو بعدی. This is actually really fucked up. It's voting season. Oh shit. It's voting season. یعنی دستشو قشنگ دیدم که شکست. او شت حاجی مگه مرض دارین؟ چه شوخیه؟ پشمام. Buongnya katut be. Astagfirullahaladzim kapaki. Senyopir gak begini. Astagfirullahaladzim. Buong kok menang. وقتی اسکولی به روایت تصویر بریم بریم. نو کامنت. چه ریفلکس بالی داشت ناموسن. خیلی خیلی ماهرانه زد کنار. آجی راحت 7-8 متر بود. ترمز زد فکر کنم افتاد زیر تایرها. میگه تا این باشه از این گواه نمیخوره. خب حل فکر کنم واسه امروز کافی باشه. لایک و کامنت یادتون نره. پیس.